یه سری ویدیو تو یوتیوب هست که هیچ کس نمیدونه چرا ساخته شدن و عجیبتر اینه که هیچ توضیحی هم براشون وجود نداره. امروز توی چنل 10 تا از قرار عجیبترین و مرموزترین ویدیوهای کل یوتیوب رو با هم ببینیم و از شماره 10 تا 1 پیش بریم. باور کن شماره 1 از همه عجیبتره. با ما همراه باشین. شماره 10. این ویدیو اصلاً برای بچه ها نیست. Now when you look at this orange, tell me please, what do you see? It's just a boring old orange. Maybe to you, but not to me. شاید اولش با خودتون بگین این که فقط یه برنامه آموزشی معمولیه. ولی همه چیز از دقیقه 2 به بعد کاملاً عوض میشه. Get creative. جایی که ویدیو یک دفعه از حالت بچگانه تبدیل میشه به چیزی ترسناک. عروسک‌هایی با رفتارهای عجیب، آهنگی که غیر طبیعی میشه و حتی صحنه‌هایی با اعضای بدن. نکته اینجاست که این ویدیو بیش از 81 میلیون بازدید گرفته و هنوز کسی نمیدونه چرا اینطوری ساخته شده. Now let's all agree to never be creative again. شماره 9. دو مرد ماسکدار. وقتی برای اولین بار این ویدیو رو میبینی همه چیز عادی به نظر میرسه. یه مرد تنها توی یک اتاق خالی نشسته و داره سوپ میخوره. اما کمی که میگذره 2 نفر با ماسک‌های عجیب و صورت‌های کاملا غیر طبیعی وارد میشن. رفتارشون طوریه که انگار دارن مرد رو آروم میکنن یا شاید دارن کنترلش میکنن. ولی قسمت ترسناک ماجرا اینجاست. مرد انگار با گریه و زور مجبور به این کار شده. این ویدیو 11 سال پیش منتشر شده با 18 میلیون بازدید و هنوز هم جز عجیبترین ویدیوهای یوتیوب هست. شماره 8 بک‌رومز. شاید اسم بک‌رومز رو شنیده باشی، اما این ویدیو اولین بار بود که این دنیای بی انتها رو به اینترنت معرفی کرد. راهروهای زرد، بی پایان، تکراری و ترسناکی که حتی نگاه کردن بهشون حس تنهایی و اضطراب شدید میده. اگه یه نگاهی به چنل سازنده بندازی، میبینی تقریباً همه ویدیوهاش حال و هوای مرموز و ناآشنا دارن. نکته ترسناک چیه؟ قبل از انتشار این ویدیو هیچ کس نمیدونست بک‌رومز اصلاً چیه. این ویدیو 3 سال پیش منتشر شد و الان نزدیک به 70 میلیون بازدید داره. شماره 7 شبکه آبی. این ویدیو به شکلی مرموز و عجیب با تصویرسازی‌های ترسناک و صورت‌های وحشتناک، حالت‌های روانی و احساسات غیرعادی رو نشون میده. Degrens, Humber, Mage, Dorselessness, Andric, Verin, Pawnish. فرمت ویدیو شبیه اخباره، اما هیچ کس نمیدونه سازنده چرا این چهره‌ها و فضاهای عجیب رو خلق کرده. With Thalassen Plus, experience emotions beyond previous natural capabilities. قسمت ترسناک ماجرا کجاست؟ این ویدیو با فضای دلهره آور حس مرموز و ناخوشایندی به کاربر منتقل میکنه و همزمان سوال ایجاد میکنه واقعاً چرا باید همچین چیزی ساخته میشد؟ Trantiveness, Teluge,
این ویدیو که 4 سال پیش منتشر شده تا امروز نزدیک به 6 میلیون بازدید داشته. Experience the power of Thalassin. Call the number on your screen now before supplies run out. شماره 6. ربات مرموز. این ویدیو با آهنگی آروم شروع میشه، اما چیزی در تصویر شخصیت اصلی که شبیه یه عروسک یا ربات انسانیه کاملا غیر طبیعیه. حالت چهره و حرکاتش محدود و سرده، طوری که حس میکنی یه چیزی اشتباهه. ترکیب آهنگ ملایم با تصویر مرموزش یه حس بد و دلهره آور ایجاد میکنه. نکته عجیب ماجرا اینه که هیچ کس نمیدونه سازنده دقیقاً قصدش چی بوده و همین سوال که چرا همچین چیزی ساخته شده ویدیو رو تا همیشه مرموز نگه میداره. این ویدیو 3 سال پیش منتشر شد و با نزدیک به 500,000 میلیون بازدید هنوز هم یکی از عجیب‌ترین ویدیوهای یوتیوب محسوب میشه. اگه تا اینجای ویدیو برات جالب بوده، با یه لایک و سابسکرایب کردن کانال میتونی از ما حمایت کنی و کمک کنی ویدیوهای بهتر و جذابتری بسازیم. خب، بریم سراغ 5 تای اول. شماره 5. فرار از مکانی نامعلوم. این ویدیو رو وقتی نگاه میکنی، حس میکنی کسی که داره فیلم میگیره توی یه مکانی زندانی شده و داره تلاش میکنه فرار کنه. مکان به شدت عجیب و ترسناکه، شبیه محیط‌های فیلم‌های ترسناک معروف. اگر حتی یه نگاهی به چنل این شخص بندازی، می‌بینی بیشتر ویدیوهاش عجیب و مرموزن و کسی نمی‌دونه دلیل ساخت و انتشارشون چی بوده. نکته عجیبش چیه؟ هیچ کس نمی‌دونه دقیقاً چه کسی پشت این ویدیو هاست. این ویدیو 10 سال پیش منتشر شد و تا حالا نزدیک 5.5 میلیون بازدید داشته. شماره 4. کارتون رازآلود. وقتی برای اولین بار این ویدیو رو میبینی، فکر میکنی یه کارتون قدیمی برای بچه هاست. اما هرچی جلوتر میری، عجیبتر و مرموزتر میشه. شخصیت‌هایی که دائم فریاد میزنن و صداهای عجیب و ترسناک از اول تا آخر ویدیو همراهشونه. طوری که انگار کسی داره زجر خودشو نشون میده یا شاید مجبور شده این کار رو انجام بده. این ویدیو بارها از یوتیوب پاک شده، اما آخرین بار 9 سال پیش منتشر شد و تا حالا نزدیک 500,000 بازدید داشته. شماره 3. یوتیوب خونین. این ویدیو تصویری عجیب و متفاوت از یوتیوب نشون میده. یک یوتیوب پر از خون، شکل‌های عجیب از بدن و عکس‌های مرموز و ترسناک. انگار این نسخه یک یوتیوب شیطانی و مخصوص دارک وبه. ورود به چنل این شخص اصلاً توصیه نمیشه، چون بیشتر ویدیوهاش به شدت عجیب و ترسناکن و هیچ کس نمیدونه چرا هنوز روی یوتیوب موجودن. این ویدیو 17 سال پیش منتشر شد و تا حالا نزدیک 20 میلیون بازدید داشته. شماره 2. ویدیوی بی انتها. یکی از عجیب ترین ویدیوهایی که داخل یوتیوب منتشر شده. زنی پشت یک میز با پس زمینه‌ای پر از آتیش چشماش رو باز میکنه
و همین صحنه بارها و بارها تکرار میشه، طوری که انگار قرار نیست هیچ وقت تموم بشه. Anthem. See. Red. جالب اینه که حتی روانشناسا هم درباره این ویدیو نظر دادن، اما چیزی که ترسناکترش میکنه اینه که هیچ کس دلیل ساخت همچین ویدیویی رو نمیدونه. اصلاً چرا باید چنین صحنه‌ای به ذهن کسی برسه؟ این ویدیو 19 سال پیش منتشر شده و تا امروز به 10 میلیون بازدید رسیده. اما شماره 1، شخصیت سیاه. این ویدیو در نگاه اول یک کارتون ساده است، اما در ثانیه 35 همه چیز عوض میشه. شخصیت کارتونی ناگهان واقعی میشه و با ظاهری عجیب و ترسناک به سمت دوربین حرکت میکنه. صداهای نامفهوم و نگران کننده‌ای میگه، طوری که حس میکنی همین الان کنارت ایستاده. ظاهرش ساده است، اما یکی از بحث برانگیزترین و ترسناکترین ویدیوهای یوتیوبه. اگه وارد چنل سازنده بشی، میبینی تمام ویدیوها درباره همین شخصیت مرموز و سیاهه. ترسناکتر این که هیچکس نمیدونه این شخصیت واقعاً چیه و چه کسی پشت این چنل قرار داره. این ویدیو 5 سال پیش منتشر شده و تا الان 12 میلیون بازدید گرفته. خب اینم از 10 تا از عجیب‌ترین ویدیوهایی که توی یوتیوب آپلود شده. البته ویدیوهای مرموز خیلی بیشتری هم هست، اما این 10 تا جزو بحث برانگیزترین ویدیوهایی هستن که هنوز هم به طور کامل از یوتیوب حذف نشدن. نظر شما چیه؟ فکر می‌کنیم پشت ساخت این ویدیوها چه دلیلی بوده و چرا اینقدر عجیب و ترسناک به نظر میرسن؟ حتما نظرتون رو برام کامنت کنید. دوست دارم بدونم شما کدوم ویدیو رو ترسناکتر از بقیه میدونید. و در آخر، اگه از این ویدیو خوشتون اومد خیلی خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب از کانال حمایت کنید.